آغاز سرمایه ما از $500 شروع شد. اصلا هدفی بود که ما بتانیم ما و فامیل خود نجات بدیم و همون بود که هم آغاز تجارت ما از اون لحظه شروع شد که بازو با تانستیم با اون اساس اعتبار و اعتماد در 6 ماه اول ما تقریبا $1 میلیون اومد اونجا پیدا کرد. یک وقت شد که ما هم $1 میلیون که پیدا کردیم به دوست خود گفتیم که بیا که حالا بریم جرمنی و در اونجا بتانیم که هم یک تجارت کنیم و هم فامیلا را دو وقت ما فامیلا را کشته بودیم در ازبکستان. ما گفتیم که این فامیلا را انتقال بدیم به جرمنی. همین دوست ما گفت که رئیس توی تو که یک $5-6 میلیون که پیدا کردی بعد از اون بیا باز میریم جرمنی. بعد خصوص در یک روز در یک شب ما تقریبا همین $6 میلیون از دست دادیم. او در تلویزیون روسیه اعلان شد که روبل از 500 روبل که معادل $1 بود او را تغییر داد به 5000 روبل. از 500 روبل به 5000 روبل و در یک شب تا صبح شد به صدها بانک روسیه که بود کلاپ شد، ورشکست شد. ما دمی شب دمی روز در مسکو بودیم. ما در مسکو بودیم که از اعلان خبر شدیم با محاسبه که ما کردیم ما به می تفاوت دلار ما هم $6 میلیون از دست دادیم. ولی داخل گودامای ما بسیار زیاد مال بود که او از متعلق به یک کس بوده. اما شب ما تقریبا هیچ استراحت نکردیم. صبح از او تقریبا این شد که ما تنها در اتاق شدیم و در این فکر هستیم که خوب مثل که یک مصاحبه یا نگوشیشن به همراه شیطان آدم میکنه. شیطان میگه که خوب عالی خواهی پیسه رفته عالی می مال بفروش و از اینجا هم فرار کن. که اگر یه فرار کنیم در تمام عمر ما در هر جای از پلیس و از هر کس شاید بترسیم و یا ای که فرزن اگر این کار کنیم خوب اما شاید یک کس دیگه پیدا شد که همون را از پیش ما دیگه کس بگیره. و سومش این است که ما همین تاریخ خود که به یاد می آوریم که 1 سال پیش هم خب ما تاجر نبودیم. 1 سال پیش هم یک قابنان یا کچالوی یا گوشت یا شوروا یا برنج یک چیز میرسید. همون چیز حالا میرسه دیگه چی حاجت به این که به یک راه غلط آدم بره. وقتی که همین تصمیم رو گرفتیم ما بسیار زیاد خود راحت احساس کردیم، بسیار آرام. در دفتر که رفتیم بعد از 1 ساعت دم نشسته بودیم که یک کس به ما تلفن کرد که ما فلانی آدم هستیم. امی نام خود گفت اگه یک کمک کنین به ما همین تایرهای ما رو بفروشین. ما گفتیم ما یک کم ذره بلدیت داشتیم با تایرهای 900 و 1100 و 1000 و 1200 امی به می نمبرها یاد می شده. این قیمت های را که ما گفته که ما فهمیدیم که قیمت ها یک اندازه ارزان است. ما برای ازی گفتیم که یک $10 دیگه هم قیمت های زیر اگر ارزان کنیم. این گفت صحیح است. در ظرف 45 دقیقه ما به این تاجر زنگ بزنیم به او همین در مجموع $100 میلیون تایر ما فروختیم. از این $100 میلیون تایری که ما فروختیم ما در حدود $16 میلیون فایده کردیم. وقتی که ما $16 میلیون فایده کردیم حقیقتش ما رفتیم در خانه. فامیل ما در تاشکند بود، ما در خانه تنها زندگی میکردیم. اول خود رفتیم یک وضو کردیم، یک نماز خواندیم، سر نماز شدیم و بی کنترل همی گریه ما سر کرد که این امتحان خداوندی را که 1 سال ما کوشش کردیم زحمت کشیدیم $6 میلیون ما پیدا کردیم و در 1 ثانیه در 1 شب همه بود از پیش می گرفته شد. و ای که فردای زو هم امتحان خداوندی بود که ما برای غلط نرفتیم. و دیگر روز از او در 45 دقیقه وقتی که ما یک اتاق ششتیم و چای کافی را به همراه روز ما خورده رایستیم و تنها تلفن به چند جای ما تلفن کردیم و ما در ظرف 45 دقیقه $16 میلیون برابر او سرمایه خود پس پیدا کردیم.